فدان آرام شهری در جنوب کشور بابل. ایشتار بزرگ، ای خدای مادر، ای خدای مهربانی ها، ای خدای زایندگی و باروری، این کودک را شفا بخش و مادر نگرانش را شادمان کن. مادر این کودک عهد می کند به درگاهت هدایای گرانبها تقدیم کند. من از ایشدار بزرگ خواستم که فرزندتان را زنده نگاه دارد. او تقاضای مرا پذیرفت. بروید و فرزندتان را آنگونه بزرگ کنید که از پیروان ایشدار باشد. از شما و از ایشدار بزرگ سپاسگزارم. درود بر ایشدار مهربان. از شما سپاسگزارم. فرزندم در حال مرگ بود، شما او را زنده کردید. درود بر بیشک این کودک نیست، چون فرزند ما شفا خواهد یافت. ایشدار خدای مهربان و قدرتمند نیست، حتما او را نیز شفا خواهد داد. حتما همینطور است. شما را چه می شود؟ شما که خود مسجود ملائک هستید، سجده به پیشگاه مصنوع خیش می برید؟ هستی همه تسلیم و منقاد انسان است، آنگاه شما سر تسلیم در برابر سنگ بیجان فرود می‌آورید. تو این سخنان را از نزد خود میگویی و بیهوده به خدایان ما اهانت میکنی. من از نزد خود نمیگویم. من فرستاده خدا و سخنانم از کتاب خداست. این کتاب آسمانی صحف است که بر جد من ابراهیم پیامبر نازل شده. من پیرو دین او و مروج و مبلغ این کتاب هستم. از خود نمیگویم. در آن کتاب آسمانی نوشته شده که به خدایان ما اهانت کنی؟ اهانت نمی کنم، سوال می کنم. اگر می دانید پاسخ بدهید، اگر نمی دانید بپذیرید. از شما می پرسم، تندیس های معبد ایشتار خالق شما هستند یا مخلوق شما؟ ایشتار بر شما سیطره دارد یا شما بر ایشتار؟ ایشتار بر شما فرمان میراند یا شما بر او؟ اگر ایشتار سنگی ضعیف و ناتوان است، پس چگونه فرزند مرا شفا داد؟ راست میگوید، ما هم دیدیم. آری حقیقت دارد. ایشتار فرزند او را شفا داد، من دیدم. آن شنوای دانایی که ناله های تو را شنید فرزند تو را شفا داد، نه ایشتار. تو اگرچه به غیر خدا پناه بردی و از غیر کمک خواستی، اما او که آگاه بر احوال همه بندگان است به حال زار تو رحمت آورد و فرزندت را بهبود بخشید. تو را چون چشم بصر است و بصیرت نیست،
ایشتار را دیدی، اما شفابخش حقیقی را ندیدی. خلاصه کلام یعقوب این است که خدایان خویش را رها کرده و خدای او را بپرستید. درست نگفتم؟ آخر از خدایان خود چه خیری دیده ایم که از خدای تو ببینیم؟ من شما را به پرستش خدای برتر می‌خوانم، خدایی برتر از همه هستی. از کجا بدانیم که خدای تو از دیگر خدایان برتر است؟ از کجا که تو و خدایت همچون کاهنان معبد ایشتار به فکر انباشتن سیم و زر و تامین منافع خود نیستید. همه می‌دانید که من برای لابان شبانی می‌کنم و از خود چیزی ندارم. آیا تاکنون مزدی از شما طلب کردم؟ آیا جز کار و تلاش و شبانی از من دیده اید؟ اگر از این پس طلب کردی چه؟ تا کنون قدرت نداشته ای، وگرنه تو هم بهتر از کاهنان نیستی. همه شما یکی هستید. بر اریکه قدرت که تکه زدید شکم خود را سیر می‌کنید و گنجینه های خود را انباشته می‌گردانید. من به تو حق میدهم. تنها فرزند بیمار خود را از دست دادی و هیچ کس تو را یاری نکرد. نه ایستر جادوگر و نه ایشتار خدای معبد. اگر به همه خدایان هم پشت کنی حق داری. من با ایشتار خدای ناتوان معبد کاری ندارم. روی سخنم با خدای نادیدنی توست. ما به اندازه کافی از خدایان سرد و سنگی کشیده ایم. تحمل خدای دیگر را مأمورین آمدن. مأمورین معبد آمدن. فرار کن فارس! فرار کن! از آن طرف. بروید. بروید دستگیرش کنید. نگذارید فرار کنم. بروید. اگر داماد لابان فرماندار نبودی میدانستم با تو چه کنم. مرا از تو و مأمورین معبد باکی نیست. پراکنده شوید. بیش از این به کفرگویی های یعقوب گوش ندهید. مگر نمیبینید کفرگویی های یعقوب قحطی برای فردان به ارمغان آورده است؟ راست میگوید. برویم. تا به نفرین ایشتار دچار نشده ایم برویم. برویم. اگر به زودی باران نبارد تمام محصول مردم پدان از بین میرود. امیدوارم خداوند هرچه زودتر باران رحمت خود را بر این شهر نازل کند. آنجا چه خبر است پدر؟ این رسم دیرینه مردم پدان است. دشمنان ایشتار را آتش میزنند. آتش زدن با منجنیق. آگم کنید! اگر گناه من چیست؟ اگر من چه کردم؟ آگم کنید! شما همینجا گله را نگه دارید من ببینم چه خبر است. آگم کنید! به ما راه کنید! اگر من چه کردم؟ رهایم کنید! یعقوب شبان است، خواهرزاده فرمانده لابان. کاهن بزرگ به ما راه کنید! فارس کنم! بزار کافر همینم! مردم فتان به دادم برسید. من بی گناه باید و یادات شود.
من بیگناهم. مردم فتان به من راه کنید. من بیگناهم ای مردم فتان. متهم فارس دشمن ایشتار می باشد. او با سنگ به ایشتار حمله کرده و او را خدایی بی عرضه و نالایق خطاب کرده است. طبق سنت قدیم مردم فدان، کسانی که به خدای بزرگ ایشتار اهانت کنند باید با منجنیق در آتش افکنده شوند. اگر گناه من چیست؟ از حق خود دفاع کردم. مردم فتان به من رحم کنید. بیچاره فارس. من بیگناهم. به من رحم کنید. به من رحم کنید ای مردم فتان. گناه من چیست؟ گناه من چیست؟ من بیگناهم. بیهوده فریاد نکن. یا باید خونبهای خود را بپردازی یا در آتش سوزانده شوی. را نسوزانی. مردم فتان به من راه کنید. من بیگناهم ای مردم فتان. را نسوزانی. بهای خون او چقدر است؟ من میپردازم. تو میپردازی؟ نه، او خود از دشمنان ایشتار است. تو خود از دشمنان ایشتار هستی. ابتدا باید بهای خون خود را بپردازی. پس چرا مرا دستگیر نمی کنید؟ مجازات منجنیق با آتش در خاندان من پیشینه دیرینه دارد. پدر بزرگ من ابراهیم هم یک بار به دستور نمرود در آتش افکنده شده است. اگر تاکنون دستگیر نشده ای به خاطر فرماندار است، چون هم داماد او و هم خواهرزادش است. پس منسوبین به حکومت و فرماندار می توانند به خدایان اهانت کنند و مجازات نشوند. دستگیرش کنید و چون پدر بزرگش در آتش بیافکنید. رهایم کنید! رهایم کنید! گفتم رهایم کنید! رهای! اینجا چه خبر است؟ او را رها کنید. متهم را هم آزاد کنید. فارس باید مجازات شود. وقتی یعقوب خونبهای او را میپردازد حق ندارید او را مجازات کنید. آزادش نکنید. یعقوب، تو باید 500 دینار بابت خونبهای فارس بپردازی. مانعی نیست، من این پول را خواهم پرداخت. خداوند دایی خوبم لبان را حفظ کند. من تا به کی باید مراقبت باشم که دست از پا خطا نکنی؟ سپاسگزارم. چه میکنی؟ سپاسگزارم. تا زمانی که خونبهای خود را پرداخت نکردم برایت سعی و تلاش خواهم کرد. برایت کار خواهم کرد. تو خاندان فارس را نجات دادی. تو زندگی ما را نجات دادی. برویم.
خوبی است. بیچاره مدام زحمت میکشد. سال هاست که ایشتار از مردم فدان و بابل قربانی میگیرد. اگر پدرت لابان به دادمان نرسیده بود هر دویمان را میسوزاندند. فارس به خاطر نجات جانش باید ایشتار پرستی را رها کرده یکتا پرست شود. شده است راهیل، شده است. از لحظه ای که از مرگ نجات یافته یکتا پرست شده است. مسافر ما کی از راه میرسد؟ به زودی یا نبی خدا، چیزی نمانده. سال هاست در انتظار فرزندی از تو هستم. اگر خدا بخواهد به زودی این انتظار پایان می‌یابد. درود بر ایسردان و همراهان. درود بر یعقوب شبان. سپاسگزارم. میبینم هدیه به معبد ایشتار میبرید. خدایان را باید خوشنود کرد وگرنه امسال از باران خبری نخواهد شد. فکر نمی کنید شما بیشتر از خدایان به این خرما نیازمندید؟ بعضی با اهانت به خدایان خشم آنان را برانگیختند و ما باید تاوان پس بدهیم. شما اطمینان دارید که به اراده تندیس‌های سرد و سنگی معبد ایشتار باران میبارد؟ کفرگویی‌های تو باعث خشم خدایان شده و ابرهای بارانزا را از سرزمین فدان دور کرده است. دست از اهانت به خدایان بردار یعقوب. این چه ستم با خویشتن است که خداوند قادر مطلق را نهاده تندیس‌های سرد و ضعیف را می‌پرستید؟ چرا زمین فسرده جان خویش را با نور ایمان به خداوند یکتا گرمی نمی‌بخشید؟ ایشتار بزرگ الهی باروری، معبدت را با خون دشمنانت تطهیر می کنم. باشد که خوش سالی را از این دیار دور کنی و باران رحمتت را بر مردم فدان بباری. ای ایشتار بزرگ، معبدت را با خون دشمنانت تطهیر می کنم. باشد که خوش سالی را از این دیار ببری و باران رحمتت را بر مردم فدان فرود آوری. مثل همیشه مقابل معبد ایستاد و به خدایان اهانت کرد. با ایستادن مزار فرزندش نیز سخن گفت، اما من چیزی نشنیدم. باشد که خوش سالی را یعقوب دست برداشت و باران رحمتت را بر مردم فدان بباری. ای ایشتار بزرگ، باز هم یعقوب شروع کرده است. امیدوارم که به نفرین خدایان دچار شود. حال با او چه کنیم؟ تو لابان را به اینجا بخوان. چاره کار با من. هرچی زودتر لابان را به اینجا بخوانید. عالی جناب، بزرگ کاهنان معبد ایشتار از شما دعوت کرده که به دیدار ایشان بیایید. امر مهمی است؟ بله جناب فرمان. دست نگه دارید. اگر بار دیگر دزدی کنی از زیر شلاق زنده بیرون نمیایی. قول میدم دیگر غلط میکنم. بازش کنید.
با من بیا. ظاهرا موضوع مربوط به یعقوب شبان. اعمال یعقوب به خودش مربوط است. من پاسخگو نیستم. او بر علیه خدایان سخن. این هم وظیفه کاهنان است که به او پاسخ درست بدهند. اگر توان پاسخگویی ندارید چرا مزاحم من میشوید؟ خدای خدایان ایشدار بزرگ خشمگین است. من وقتی میبینم خشکسالی و مرگ مردم فدان را فرا خواهد گرفت. مادران داغ دیده میبینم. منتظر باشی. کاهن بزرگ را خبر. ایشدار را به خشم آوردند. ایشدار کفر و اهانت را در حق خود بر نمیتابد. کسی ایشدار را به خشم آورده است. آنکه به خدایان اهانت کرده به زودی مجازات میشود. ایشدار بزرگ قربانی میطلبد. بابا چرا مانع کفرگویی خواهرزادت یعقوب نمیشوی؟ مسئول ایمان مردم شما هستید، پاسخش را بدهید. من فرماندارم نه کاهن. اعمال یعقوب به خودش مربوط است. اما او خواهرزاده و شوهر دختران شماست. من مسئول آرامش و امنیت فدان هستم، نه مسئول نظارت بر اعمال خواهرزادم. همین دلیل باید او را ساکت کنید. او آرامش فدان را به هم زده است. آرامش را به فدان بازگردان. به زودی قحطی همه فدان را فرا خواهد گرفت و یعقوب عامل همه این بدبختی است. چگونه است که یعقوب تاکنون موجب وفور نعمت و ازدیاد گوسفندان من بوده، ولی اکنون باعث قحطی و بدبختی فدان شده است؟ از آن رو که اکنون یعقوب به خدایان کفر می‌ورزد. پیشتر هم او به خدایان بابل ایمان نداشت. چرا آن موقع عقیده خود را پنهان می‌داشت، اما اکنون ابراز می‌دارد. باش در ملأ عام به ایشدار اهانت می‌کند. باید او را وادار به سکوت نمایی. باید؟ آره باید. فکر میکنی دولت بابل برای چه تو را اینجا منصوب کرده است؟ پس میدانی چه کسی مرا به فرمانداری منصوب کرده است؟ بهتر است این را هم بدانید که من از دولت بابل فرمان میگیرم، نه از شما و نه از معبد ایشتار. پس اشکالی ندارد اگر کاهن اعظم معبد ایشتار در بابل از این ماجرا مطلع شوند. با یعقوب سخن خواهم گفت. به یعقوب بگو اگر خطری از جانب او من و خانواده‌ام را تهدید کند تمام خاندانش را به آتش خواهم کشید. طوله‌ای که قبل از پدر مادرش باز کند زودتر به دست گرگ دریده می شود. مواظب زبانت باش. این بار می بخشمد، بار دیگر بخششی در کار نیست. اگر قحطی موجب از بین رفتن محصول من شود، یعقوب و خانواده‌اش را زنده نخواهم گذاشت. همین حالا هم به محصول امسال امیدی نیست. سلام پدر، خوش آمدی. سلام پدر، چه عجب. بزرگ فدان آرام و فرماندار شهر فرصتی یافته و به دیدار دخترانش آمده است. این یعقوب دست بردار نیست؟ چه شده پدر؟ باز هم کاهنان معبد ایشتار از یعقوب شکایت کردند. یعنی این همه بلوایی که در فدان به راه افتاده دسیسه کاهنان است و یعقوب هیچ خطایی مرتکب نشده؟ شما خوب می‌دانید که یعقوب جز انجام رسالت و ادای تکلیف کاری نمی‌کند. او را با آیین چند هزار ساله معبد ایشتار چه کار؟ اگر او می‌خواهد از دین پدر بزرگش بگوید، خب بگوید. اصلاً خاندان مرا هم تبلیغ کند. اما اهانت به اعتقادات مردم چرا؟ شما اشتباه می‌کنید پدر.
آنها همین تبلیغ را نیز بر نمیتابند. پدر، یعقوب مأمور ابلاغ آیین یکتاپرستی است. آیین پدرش اسحاق و پدر بزرگش ابراهیم. شما نیز مسئول حفظ آرامش و امنیت مردم فدان هستید. او به وظیفه‌اش عمل می‌کند، شما نیز به وظیفه خود عمل کنید. شما هم مثل او سخت سر و بی‌پروا شده اید. اگر من بخواهم به وظیفه‌ام عمل کنم که شما باید آواره کوه و بیابان شوید. پدر، من و خواهرم لیا بدین همسر خود هستیم و در ترویج آیین یکتاپرستی از او حمایت خواهیم کرد. شما همه دیوانه شده اید؟ چرا به فکر موقعیت من نیستید؟ میدانید اگر کاهن بزرگ معبد ایشتار در بابل بداند که خواهرزاده من در فدان بر علیه معبد ایشتار تبلیغ می کند، چه بر سر من خواهد آورد؟ قدرت خدای یعقوب فراتر از قدرت ارباب معابد بابل است. پس سزاوار است که ما و شما از خدای خویش بیمناک باشیم، نه از خدایان سنگی. من نه با خدای او کار دارم نه با خدای اینان. فقط میگویم یعقوب حق ندارد موقعیت مرا در فدان متزلزل کند. چه شد راهیل؟ راهیل 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 چه شده دخترم؟ چرا رنگت پریده؟ وقتش رسیده. بله قابله را خبر کن. کمک کنید. فارس؟ بله عالی جناب. به دشت جدون برو و یعقوب را بگو که زود به اینجا بیاید. عجله کن. با اسب من برو. شبانی هدایت احشام است و نبوت هدایت انسان ها. شاید به همین دلیل اکثر انبیا شبان بودند. من که اسرائیل هستم فرزندانم را با گوسفندان به صحرا آوردم که هدایتگری را بیاموزند. چرا فرزندان من بنی اسرائیل زورمداری و قلدری را معیار برتری و سروری می دانند؟ من که زورگویی و قلدری را به اینان نیاموختم. برخیزید! برخیزید! برخیز شما! برخیز! جانشین من و بزرگ خانواده کسی است که خدا را بیش از همه دوست داشته باشد، نه آن که زورش بیش از همه باشد. ابراهیم و اسحاق بهترین بودند، نه قدرتمندترین. چه شده؟ شماها گله را بیاورید. پدر کجا رفت؟ چیزی نشده، گله را جمع کنید باز می‌کنید. بله. راهیل هوای توست؟ بله. ببینم رابطه تو با راهیل خوب است؟ خوب بوده. تا امروز که فرزند نداشت هم راهیل با من خوب بود هم یعقوب. اگر آنها صاحب فرزند شود میدانم که هیچ یک برای من ارزشی قائل نخواهند شد. چرا این گونه فکر میکنی؟ یعقوب و راهیل انسان‌های بسیار خوبی هستند. یعقوب راهیل را خیلی دوست دارد
اگر بچه‌ای هم از او داشته باشد او را بر همه همسرانش سروری خواهد داد. مگر او چند همسر داره ها؟ همسر من و لیا و زلفا و راهی. همه همسران؟ آری، من و لیا و زلفا را دیگر فراموش خواهد کرد. عجله کن، اگر دیر برسیم همه تقصیرها به گردن من میافتد. من گمان نمی‌کنم. یعقوب مرد عادل و مهربانی است. اگر به جای حسادت کمی بر محبت خود بیفزایی هنوز هم تو را دوست خواهد داشت. درود بر عالی جناب لابان. مژدگانی خوبی داری. راهیل و بچهش را از تو سالم میخواهم. نگران نباشید، من قابله با تجربه‌ای هستم. نگران نباش، خداوند بزرگ و مهربان است. راهیل 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 هوشو راهیل 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 نکند که راهیل گرفتار خشم خدایان شده است. این بچه رو بگیرید. برای خالتان راهیل دعا کن. دعای شما زودتر اجابت می‌یابد. پس چرا کاری نمی کنید؟ کسی ایشدار را به خشم آورده. آتش و خون میبینم. سایه شوم مرگ همه جا گسترده است. آتش این کفر ابتدا دامن کافر را میگیرد. آنکه به خدایان اهانت کرده به زودی مجازات میشود. نکند او به نفرین خدایان گرفتار شده؟ دیدی ایستر در معبد نفرین میکرد؟ آری، گفت آتش این کفر ابتدا دامن کافر را میگیرد. آن کس که به خدایان و ایشتار بزرگ اهانت کند زودتر از همه مجازات میشود. حال راهیل چطور است؟ چندان تعریفی ندارد.
کاری بکنی. حال راحیل خوب نیست. آرام باشید. ما خدا را داریم. هر آنچه که او اراده کند همان خواهد شد. مردم به تن و کنایه میگویند او به نفرین ایشتار و جادوی ایستر دچار شده است. بسیار خوب. حال ببینیم خدای راحیل و فرزندش بزرگتر و قوی‌تر است یا خدای ایستر. مراقب راحیل باشید. من باز میگردم. کجا می روید؟ ما را در این حال تنها نگذارید. آرام باشید. من به خلوت نیاز دارم. تو با خدای خود هر چه میخواهی بکن، اما من نمیتوانم دست بر دست بگذارم. طبیبی، دارویی، درمانی، کاری باید کرد. من نیز به سراغ طبیب میروم. طبیب واقعی. او هم بلای جان مردم فدان شده، هم بلای جان دختران من. نمیدانم با او چه کنم. چرا به سراغ ایستر نمیفرستن؟ قابلی توانایی است. راست میگویی. جناب لابان، به سراغ ایستر بفرستید. اگر او بیاید قابله توانایی است. برو و ببین ایستر میآید. هر چه بخواهد به او میدهم. بگو لابان گفت اگر دخترم را نجات دهی، قول میدهم یعقوب را از فدان بیرون کرده و معبد ایشتار را از شر او خلاص کنم. برو. یعقوب به نفرین خدایان بابل گرفتار شده. سزای کفر به ایشتار بزرگ همین است. ببر صدایت را. به یعقوب بگو چرا از خدایش یاری نمی‌طلبد. اگر من به جای او بودم به هنگام گرفتاری خدایم را فراموش نمی‌کردم. جناب لابان مرا فرستاده، نه یعقوب. او قول داده اگر دخترش را نجات دهی، یعقوب را از فدان بیرون کند. به نظر من موقعیت خوبی است. مردم فدان باید قدرت ایشتار بزرگ و توانایی ایستر ساحره معبد را بدانند. اگر راحیل را نجات دهی، بی تردید ایمان مردم فدان بیشتر شده، اینجا را پر از عروسین خواهند کرد. مرگ راحیل نیز همین نتیجه را دارد. پس بگذار بمیرد. بسیار. برو همین را به مردم بگو مرگ راحیل به خاطر کفر به ایشتار بود. بگو که نتیجه یکتاپرستی و نادیده گرفتن ایشتار جز این نمی باشه. چه زیباست اگر با مرگ راحیل و فرزندش باران نیز بر فدان ببارد.
یعقوب به هوش نیاید هر دو میمیرن. این دو را میکشد، به هوش نمیآورد. میخواهم عاقبت کار را بدانم. خدای یعقوب پیروز می شود یا خدای معبد؟ خب معلوم است پیروزی از آن ایشتار است. لابان اسباب زحمت من شده این که چه؟ یعقوب که گفت خداوند قدرتمند و بی‌نظیری دارد، پس چرا از او یاری نمیخواهد؟ جهان راحیل در دستان توست، یاریش کن. اصلا فکر نمی کردم که به این زودی یعقوب دست نیاز به سوی معبد ایشتار دراز کند. چه خیال بیهوده و تصور باطلی. چه چیز باعث این تصور غلط در تو شده است؟ به زودی این تصور باطل حقیقت خواهد یافت آنگاه که مرگ زن و فرزندت را به عیان مشاهده کردی. مرگ و زندگی به دست خداوند است، نه به دست ایستر و ایشتار. من از ایستر خواستم که به اینجا بیاید. حال راحیل خیلی بد است. راحیل به جز به خدای خود به دیگری نیاز ندارد. از خانه من برو بیرون. بیرون. صبر کن یعقوب، با تو هستم. برو بیرون. زن و فرزندت امشب نابود خواهند شد. خشم ایشتار جز با مرگ عزیزانت فرو نخواهد نشست. همسر من با دعای تو نیامده است که با نفرین تو برود. مردم فدان، این نه به خود رحم می کند نه به شما. کفر او هم قحطی برای شما برمغان خواهد آورد، هم مرگ را برای زن و فرزندش. به زودی جادوی ایستر و قدرت ایشتار هر دو را خواهید دید. وای به روزت اگر بلایی بر سر دختر من بیاید. پروردگارا، آسمان تو ابریست، اما چشمان یعقوب است که می‌بارد. راحیل 11 سال است که منتظر این فرزند میباشد. 11 سال است نیش و کنایه زنان فدان را میشنود و تحمل. چقدر به او نازا گفت، چقدر او را عقیم و بی ثمر خواندند. کاهن بزرگ مرا ببخشند. امشب برای یعقوب و خاندانش خوابها دیدم. مرا تنها بگذارید. نفرین خدایان بر یعقوب و خاندانش باد. کفر یعقوب بی پاسخ نخواهد ماند. او باید مجازات شود. ای ایشتار بزرگ، آتش خشم خیش را بر یعقوب و خاندانش فرود آور. راحیل و فرزندش امشب باید نابود شوند. با این همه من نگران راحیل و فرزندم نیستم. بیم آن دارم که مرگ آنها موجب شادی ارباب معابد و بت پرستان شود. بیم آن دارم که تلاش چندین ساله من در محو شرک و بت پرستی بی نتیجه بماند. کاری بکن.
همسر و فرزندم را نجات بده. نجات آنها موجب بیداری مردم فدان می شود. نجات آنها شکست معبد ایشتار و پیروزی یکتاپرستی بر شرک و بتپرستی است. خدای مهربان، یاریم کن، یاریم کن، یاریم کن. این وقت شب این نور چیست؟ راحیل به هوش آمد. دوباره شروع شد. راحیل یعنی میخواهد باران ببارد؟ گمان میکنم آسمان میخواهد به حال راحیل بگرید. این نشان خشم خدایان است. تندر خشم خدایان فرود خواهد آمد. یعقوب و خاندانش مجازات خواهند شد. ای ایشتار بزرگ، از حریم خدایان دفاع کن. آتش خشمت را بر خاندان یعقوب فرود آور. یعنی فرزند راحیل به سلامت به دنیا اومد؟ پس نفرین ایشتار، جادوی ایستر. بگذار مردم فدان قدرت عظیم تو و جادوی ایستر را ببینند. ای ایشتار بزرگ، ما را خوشنود کن. بگذار تا دوستان تو ضعف و زبونی خدای یعقوب را ببینند.
درود بر نبی خدا. درود خداوند بر همه شما بود. قدم نورسیده مبارک. مبارکش. خداوند را به خاطر الطافش سپاس میگویم و از او برای تو و فرزندمان طلب خیر و برکت میکنم. 11 سال در انتظار تو بودیم. چرا این همه دیر؟ نمیپرسید فرزندتان پسر است یا دختر؟ یوسف اسم پسر است یا دختر؟ از کجا دانستید؟ چه کسی به شما گفت؟ همان که ساعتی پیش مژده ورودش را به من داد. این باران هم از برکت قدوم توست فرزندم. خوش آمدی. راهیل و فرزندش به سلامت هستند. آره بالان چه کار؟ باران را بنگر که قحطی را از فدان میزداید. چرا متوجه نیستی؟ باران همزمان با تولد فرزند راهیل و یعقوب باریدن گرفت. یعنی راهیل و فرزندش سلامت هستن؟ آری میبینی که چه کودک خوشیمن و مبارکی است. مردم چرا ایستاده اید؟ گوسفند و شتر قربانی کنید. بدان را آذین ببندید. از خدای یعقوب باید سپاسگزاری کرد. امروز روز حیات مجدد دختر من و پایان قحطی بدانش. معبد اشتر آتش گرفته. معبد آتش گرفته؟ عالی جناب، معبد ایشتار آتش گرفته. گفتی چه شده؟ معبد ایشتار آتش گرفته. یعنی چه اتفاقی افتاده است؟ با من بیایید. باران که همه چیز را میشوید و خاموش میکند، چرا بر آتش معبد اثر نمیگذارد؟ این عجیب نیست؟
ساحره ایستر؟ او در میان شعله های آتش بود. نتوانستیم نجاتش دهیم. ساحره سوخت. ساحره ایستر سوخت. یعنی ایستر هم باید بسوزد؟ نمی شود برای او کاری کرد؟ مگر آتش کاهنه معبد رو هم می‌سوزاند؟ معلوم است او که از خدایان نیست، او هم می‌سوزد. این بود خدای قدرتمند اشتار. خود و کاهنانش در آتش سوختند و توان دفاع از خود را نداشتند. ایستر که میگفت راهیل و فرزندش نابود خواهند شد. چه شد؟ اینکه خودش نابود شد. چه نکنم؟ کجا؟ میروم به خدای یعقوب ایمان بیاورم. شما که میگفتید یعقوب عامل بدبختی و نابودی مردم فدان شده است، ولی به عکس فرزند یعقوب مایه نزول باران و خیر و برکت برای ما شده است. برویم. بمانید. کجا میروید؟ بمانید، از آیین نیاکان خود دفاع کنید. بمانید. کجا میروید؟ معبد در حال سوختن است. ایشتار نابود میشود. کاهن بزرگ میسوزد. برگردید. کجا میروید؟ آتش معبد باید خاموش شود. ایشتار را نجات بدهید. آتش را خاموش کنید. گویا باران رحمت الهی جسم و جان این مردم هر دو را تطهیر کرده است. به یمن قدوم فرزند شما باران به فدان می‌بارد. او را به ما نشان نمی‌دهید؟ من ناگزیرم که به نبوت شما اقرار کنم، چرا که به عیان دیدم با آمدن فرزند تو هم معبد بت پرستان نابود شد، هم قحطی فدان. قدوم یوسف مبارک است. اما آن که معبد ایشتار را نابود کرده و باران بر فدان نازل نموده خدای من است، خداوند یکتا. نمیخواهید او را ببینید؟ من و همسرم خدای تو را دیده بودیم. امشب مردم فدان نیز دیدند، هم قدرت بی انتهای خدای تو را، هم ذلت و زبونی خدایان خیش را. اینک آمده هم که به خداوند یکتا ایمان آورند. ای نبی خدا، ای نبی خدا، قلوب اینان را با نور ایمان منور گردان. آیا همه شما بر کلام فارس هستید؟ با من بگویید.
ما از همه خدایان سرد و سنگی و دیگر خدایان زمینی بیزاری می‌جوییم و به خداوند یکتا ایمان می‌آوریم. خداوند آسمان‌ها و زمین و به همه پیامبران و فرستادگانش ایمان می‌آوریم و از فرامین آنها اطاعت می‌کنیم. پنج سال از نزول خشم خداوند بر زیگورات ایشتار می‌گذرد و 5 سال است که درهای نعمت خداوند بر روی مردم فدان آرام گشوده شده. راحیل همسر محبوب یعقوب نبی و مادر یوسف در انتظار فرزندی دیگر به سر میبرند. یوسف. بله مادر. امروز با پدر به صحرا میرویم. باشد مادر، من خوشحالم. برویم. زمان که از یعقوب فرزندی نداشت محبوبه او بود. اکنون که دیگر هیچ. من و زلفا کنیزیم و لیاقت گشت و گذار با یعقوب نبی را نداریم. مادرت لیا چه؟ شاید کار دارد. شاید هم علاقه به گشت و گذار در صحرا ندارد. چه میدانم؟ و شاید پدرت جز راحیل کسی را دوست ندارد. ده سال پیش اولین ملاقات من و شما کنار این چاه بود. من آن روز فهمیدم که شما پسر عمه من هستید. و من فهمیدم شما دختر دایی من هستید. آغاز عشق و علاقه ما به یکدیگر از همان روز بود. پدرم اسحاق و مادرم ربقه مرا به سوی تو هدایت کردند. برویم بچه‌ها رفتن. وقتی پدرم لابان فهمید تو خواهان من هستی 7 سال شبانه گوسفندان را مهریه من قرار داد و من پذیرفتم. اما در پایان 7 سال لابان خواهرت لیا را به ازدواج من درآورد. چاره‌ای نبود. در فدا خواهر کوچکتر را پیش از خواهر بزرگتر شوهر نمی‌دهند. من 7 سال دیگر به خاطر تو شبانی لابان را پذیرفتم. لابان آگاه نبود. اگر 70 سال دیگر هم میگفت باز هم میپذیرفتم. چه زود سپری شد. آری.
ببینم چه میکنی شم. هر کس در این میدان پیروز شود. قصد دارم به زودی به زادگاه هم کنعان بازگردم. نکند آنها با یکدیگر نزاع کنند. ببینم چه میکنی شم. نگران نباش، آنها زورآزمایی میکنند. معتقدند هر کس قوی تر از دیگران باشد جانشین من است. هر کس در این میدان پیروز شود او جانشین من. یعقوب نبی را میشناسی؟ فرزند اسحاق پیامبر؟ او و فرزندش مایه خیر و برکت فدانند. آری میشناسم. کجا میتوانم او را بیابم؟ دایی او لابان فرماندار است، نزد او. چه میخواهی؟ پیکی از کنعان هستم. با جناب فرماندار کار دارم. دنبال من. دینه جان بیا دخترم. با یوسف بازی کن تا مادرت رو یاری کنه. باشد؟ باشد. راهی خبری است؟ مبارک است. نبی خدا هم خبر داره؟ پدر بزرگ. سلام پدر بزرگ. سلام پدر بزرگ. سلام پدر. خوش آمدی. سلام. چه شده یادی از ما کردی؟ چیزی شده پدر؟ اتفاقی افتاده است؟ آن مرد که میبینید از کنعان آمده و خبرهای خوبی برای ما ندارد. یعقوب کجاست؟ به دایی خوبم لابان. چه شده؟ راه گم کرده ای؟ اگر چه تلخ است اما میدانم تحمل شنیدنش را داریم. چرا حرف نمیزنی؟ پدرت اسحاق نبی دار فانی را ودا گفته.
همه از خدایی و به سوی او برمیگردیم. تصمیم شما چیست پیامبر خدا؟ بعد از اسحاق نبی رسالت مردم کنعان بر عهده یعقوب نبی است. خواهرتان فائقه گفتند این رسالت را به شما ابلاغ کنم. یعنی باید بروید؟ مرگ حقیقتی است که همه را در بر میگیرد و هیچ کس را از آن گریزی نیست، حتی اولیا و انبیای الهی. از همدردی همه شما سپاسگزارم و از خداوند برای خود طلب صبر و بردباری میکنم. ای نبی خدا، اگر ما عهد کنیم که از فرامین شما اطاعت کنیم، آیا در فدان خواهید ماند؟ من مردم فدان را دوست دارم و ترک شما برایم سخت است. این به اراده من نیست. من به خواست خود نمی روم که به خواست خود بمانم. به خواست خدا ما فردا به سوی کنعان حرکت می‌کنیم. ما آماده. ما هم آماده. من و همسرم نیز وسایل خود را جمع کرده ایم. شما دیگر کجا؟ با شما به کنعان. ما تا عمر داریم از نبی خدا دست بر نمی‌داریم. شما نمی‌توانید با ما بیایید. بهتر از همینجا در فدان بمانید. خانه و کاشانه من جای خوبی برای زندگی شماست. ولی من زندگیم رو مدیون شما هستم. ما عهد کردیم تا عمر داریم خدمتکار شما باشیم. همسر و بستگانت به تو نیاز دارند. اینجا وطن شماست و شما هیچ دینی نسبت به من ندارید. بهتر از همینجا بمانید. خداوند را سپاسگزارم که به ما نور هدایت ارزانی داشت. من سالها با شما زندگی کردم. در غم و شادی شما شریک بودم. از اینکه شما را ترک می کنم غمگین هستم. شما روزی بت پرست بودید. خداوند یکتا نور ایمان بر قلب‌های شما جاری ساخت و شما بت‌های خود را دور انداختید و خدای یکتا را برگزیدید. قدر ایمان و دعوت الهی را بدانید. مبادا تاریکی کفر و جهل را جایگزین نور الهی کنید. یعقوب باشد یا نباشد، خداوند یکتا ناظر بر اعمال و افکار شماست. خدا نگهدار همه شما. تو در این سالهای طولانی شبانی برای من مزدی دریافت نکردی. از خود نه ثروتی داری و نه گله گوسفندی. من نیمی از گوسفندانم را به تو و دخترانم هدیه می کنم. امیدوارم امورات شما با این گله اداره شود. سپاسگزارم. خداوند به شما خیر و برکت فراوان دهد. سپاسگزارم پدر. خداوند به شما خیر دهد. این حق یعقوب است. من باید پس از سالها زحمت از او قدردانی کنم.
مایه شما. خاله، چرا بلهه و زلفا نسبت به مادرم راهی حسادت میکنن؟ این را چه کسی به تو گفت؟ همه میگوین یهودا خودش از زبان بلهه و زلفا شنیده بود. کودکان نباید در این امور دخالت کنند. اما حال که سوال کرده ای پاسخ میدهم. بلهه در ابتدا کنیز مادرت راهیل بود. راهیل چون صاحب فرزندی نمیشد، بلهه را به پدرت هدیه داد تا از طریق او هم صاحب فرزند شود، هم علاقه پدرت را نسبت به خود حفظ کند. بلهه دان و نفتالی را به دنیا آورد و نزد راهیل و یعقوب بسیار عزیز و مورد احترام شد. حال طبیعی است که با به دنیا آمدن تو بلهه فکر کند که دیگر آن جایگاه سابق را ندارد و همین موجب حسادت او شده باشد. آیا زلفا کنیز شما بوده؟ آری. پس از اقدام راهیل من نیز کنیز خود زلفا را به پدرت هدیه دادم. نمیخواستم در جلب محبت پدرت راهیل بر من پیشی بگیرد. زلفا نیز جاد و عشیر را به دنیا آورد. لاوی، شمون چه میکنی؟ جلد پراکنده شد، آنها را بازگردانید. فکر نمی کنی که یعقوب بیش از حد جایگاه راهیل را عزیز می دارد؟ من نیازی به حسادت با خواهرم ندارم. نه تعداد فرزندان او بیش از من است و نه محبت یعقوب به او افزونتر از من. پس حسادت برای چی؟ خب معلوم است او که رأی خواهرش را به ما نخواهد داد. راه طولانی نشد؟ چیزی از راه نمانده. زندگی قبایل کوچ‌نشین هم همین است. هم سفر میکنند هم زندگی. لیا تا کران چقدر راه است؟ تقریبا 3 فرسنگ. میتوانی تحمل کنی؟ نمیتوانم. یهودا، لاوی، شامون،
چادر رو برپا کنید، همینجا اتراق میکنیم. در کرمان قابلی یافت می شود؟ آری می شود. جیرا زود به کنعان برو و خواهرم فائقه با یک قابله به اینجا بیاد. عجله کن. برو زود باز میگردم. هی بیا تحمل کن خواهرم. راهی کمک کن. آرام مواظب آتش آماده کنید. زلفا زیر انداز بیاور. چه شده مادر؟ حالتان خوب نیست؟ نگران نباش، چیزی نیست. دینه یوسف را ببر. بگذار بماند. لیا تحمل کن خواهرم. مادر نخوایم کن. مادر کجا میروی؟ دینه یوسف را نگه دار. بیا پسر جان بیا. چه شده پسرم؟ یوسف تو نباید بروی. پدر من برای مادر میترسم. چرا پسر جان؟ اتفاقی نیفتاده؟ نگران نباش. خداوند به او رحم کند. زایمان پیشین او نیست سخت. چیزی نمانده بود که از دست برود. به یعقوب بگویید دعا کند. چه شد؟ راهیل حالش چطور است؟ هنوز خبری نیست. لیا گفت برای راهیل دعا کنید. حال او چندان مساعد نیست. اگر بتواند قدری تحمل کند قابل از راه میرسد. بروید مراقبش باشید. پدر آیا مادر میخواهد از پیش ما برود؟ چه کسی این را به تو گفته؟ او میخواهد برای تو برادر بیاورد. اما من میترسم. نترس پسرم، نگران نباش. دینه برو با برادرت بازی کن. اگر این بار همچون زایمان پیشین باشد خداوند به او رحم کند. مشکل بتواند جان سالم به در ببرد. نمیتوانی نفوس بد نزنی؟ جغد شوم. کمی تحمل کنید. به دنبال قابله رفتم. به کنعان راهی نیست.
فرزندانم باش، مراقب فرزندانم باش. مراقب فرزندانم باش، نگذار غم بی مادری را احساس کنند، نگذار. Zahra!